میکرد. وی همچنین تماس‌هایی با حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان و حسین الموسوی بنیانگذار گروه اسلامی عمل داشت. هر سه نفر آنها تحت تعلیم سپاه پاسداران در شهر قم بودند. او میگوید در هیچ کدام از حمله‌ها نقشی نداشته است و گفتگو در مورد این دو موضوع او را ناراحت می‌کند، چون که خانواده‌اش را در ایران بودند و همچنین او متقاضی درخواست پناهندگی سیاسی در کشور آمریکا بود و تنها چیزی که وی حاضر به بیانش بود این بود که ترک کردن سپاه پاسداران در سال 1986 به خاطر مایوس شدن از اهدافش در انقلاب اسلامی، چون بر طبق گفته‌هایش هیچگاه در قیامی که برای انقلاب رخ داد و به ثمر رسید اهداف و آرمان‌هایی که برایش جنگیدیم صورت نپذیرفت و جامعه عمل نپوشید. وی میگوید زندان اوین در زمان سلطنت پهلوی محل نگهداری زندانیان سیاسی بود و همکنون نیز به همین منظور استفاده می‌گردد و ما با انقلابمان فکر می‌کردیم روزی اوین را به باغ و بوستان تبدیل می‌کنیم و نه تنها این اتفاق رخ نداد بلکه ساختمان‌هایش را نیز اضافه کردیم. او پس از خارج شدن سپاه پاسداران سعی کرد با اصلاح طلبان در سیاست همکاری نماید تا شاید بتواند سیستم سیاسی ایران را به سوی لیبرال شدن سوق دهد. تمام باورهایش در این زمینه به کار گرفت و در اوایل با محمد خاتمی در دوران انتخابات ریاست جمهوری در سال 2001 همکاریش را شروع کرد، ولی پس از مدتی تمام باورش را از دست داد چون محمد خاتمی نتوانست به پیشرفت زیادی در اصلاحات نایل آید.